سلام دوستای گل و نازنین، امیدوار صحتمند باشین. در امروز ویدیو طریقه کوکی یک مدل جدیدی اوگ را بلدش میشتم. امیدواریم که تا آخر ویدیو قد از مو باشین. این دیزاین را شما میتونین در سر چادرم کوک کنین، در دان پیچم کوک کنین. ایره که ما در کوک کنم، میره در دان پیچه کوک کنم. خب از اول دو طرف شیر میگیرم جوک منم. جوکارم خوب در یک اندازه میزنم تا حساب کنم. 6 تاری یا 8 تاری یا چقدر که گرفتین. خب این که تا آخر جوک شد از بعد میگیرم بین از اونا را تار کشی منم. رقمی تارش را اول قد قیچی یا قد بیشکاف قیچی میزنم. بعد زو قد سرسوزو تارایش کشنم میشه تار کشی. خب دوستای عزیز، این کوکش زیاد سخت نیه. کوکش خیلی آسان راحته. زود کوک میشه. دیزاینش هم دیزاین جدیده. اگه شما خواستین سفارش بدین، اینجا مو سفارشی هم جور منی بلده شما آماده منی. هر دیزاین را که خواسته باشین عکس را در چینل اینستاگرام از مو رایکین، بلدیم پیام بلین، مو بلدشم سفارشم را آماده منی. خب دوستای عزیز، مقام که در ویدیو میگرنین تارکش کدم. این 4 لاین اول را اول 2 لاین وسط را این رقمی کوک منم. یک دفعه این دوم میزنم، یک دفعه سوم تا 3-4 لاین. وقت کامل شد باز از طرف از لاین 4 تا لاین اول را این رقمی 3 دفعه این میتری کوک میزنم. این دوم شی ولی یک دفعه دیگه نیست، سوم شی. این 3 دفعه که خلاص شد پس دوباره در 2 لاین وسط را کوک میزنم. این رقمی خیلی راحته دوستای عزیز. امیدوارم که این ویدیو بلدش مفید بوده باشه. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو را قد از ما بودین. تا ویدیوی دیگه شما را در خدای پاک و به نیاز میسپارم.